عروس یافتن در کار. وی پدر و مادرم میگن عروس بیو ما خواستگاری بریم. عروس. من همه شیناسات زنگ زدم. کی ماند؟ تا کلی زنگ میزنم. هرچی باد مثال 93 هرچی باد لابای السلام علیکم. سلام علیکم. شما چه خیلی دخترکی خوشون ناز؟ سلامتی چه خیر؟ شکری خودسوز. دخترکی خوب ممکنه قدی شما شناس شدم؟ با من؟ مایلش؟ اگر ممکن باشه نامی ما مرگان. نامی خوشروی شما چیه؟ نه من مدینه. مدینه خان؟ شما حاضر مکتب میخونه یا که دانشجویین یا که در اونجا کار میکنین اگر مخفی نباشه؟ بله کار میکنم. اگر مخفی نباشه چی کاره؟ من همشیره شبخت مدسیسترایم. زور رحمت انا همون کسبی که من میخواستم. راستیگه بهترین کسب شما انتخاب کردگیم. کسب بی نهایت خوب. شما همه درمان میبخشین. مدینه خان دلی من میخواهد که همین زمان من کسلی بیمارخانه شما باشم و شما باشید با همین از این مسخره رو تمام کنم. میخوام حاضر کسلی شما باشم. مثال اینه من کسلی سردرد باشم. میخوام که شما با دستکای نازکی خودتان سری مرا دستمال کنین و مسیحت شم. یا که میخوام که این همین زمان که من کسلی اپندیتسیت شم. کسلی اپندیتسیت شما باشین به همون نخونکای نازکی خودتان مرا جراحی کنین. میخوام همین کسلی باشم که همین در پیش پای شما هاشون برام بغلتم. همین سرم در پیش پاتم بذارم. شما باشین با دستان نازکی خود سری مرا از بالای پایتون برداره. یک دقیقه. حاضر مدینه خان گوش کنید مرا. میخوام که این همین لحظه ها که ما با یک کسل گرفتار شم که همین بهوشم تلپست بغلتم. یاری تجلی بیایه ببینه که همین کسلی ما موافق اختصاص شما هست. بعد مرا بردارن و راست جای شما ببرن. مدینه خان همین جای شما کجا هست؟ تولد خانه رقم 3.